ما از استراتژی آمریکا در قبال پاکستان حمایت میکنیم، در افغانستان حمایت کردیم، همیشه میکنیم، اما امیدوار هستیم که استراتژی که اعلان کرده مثل استراتژی قبلی نباشه. استراتژی زیاد اعلان کردن، از پیمان امنیتی تا گرفته تا استراتژی دیگر نه تنها عمل نکردن، بلکه روز به روز پاکستان تهدیدات زیادتر شد به کشور ما. اصلا ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای امنیتی افغان اینقدر اعتمادی نداره که اسلحه پیشرفتی را که ضرورت اینها دارن به اینها بسپاره. اینها کوشش کنند که حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان اعتماد آمریکا را جذب کنند، به خاطر از اینکه او بتونند وقتی اعتماد جذب شد بتونند که اسلحه خوب و موثر کاربرد در جنگ افغانستان به یا بیشتر بسپارند. فشار بالای پاکستان، یکی که تعذیرات اقتصادی بالایشان وارد میشه، یک موضوع اساسی بود و موضوع اساسی دیگه ای بود که مدت زمانش تعیین نکردن که پاکستان نتونه بعد از اینکه اگر تعیین شود مدت زمانش، یعنی 5 سال 6 سال بودن بعد از بودن امریکا، باز هم بتونه اراس افغانا را تربیت کنه بعد از این مدت. به نظر من این دو نکته کلیدی اساسی به نفع زیاد افغانستان است.